یه وایس میخوام الان اینجا بذارم که یادآوری کنم به این جوانای مردمی که دست خالی اومده بودن تو خیابون زدن با اسلحه جنگی کشتن، که الان درخواست کمک از آمریکا دارن. خمینی خودشون چجوری التماس آمریکا میکرده؟ فراموش کردین نه؟ گوش کن. از ملت امریکا میخواهیم که به این آقای کارتر بگم که ملتی که مظلوم است، ملتی که در تحت فشار است، ملتی که همه آزادی ها از او سلب شده است، ملتی که استقلال ندارد، ملتی که کشته میدهد، ملتی که بر او غلبه کردند ظالمین، اینها الان احقاق حق خودشون را میخوان بکنن. Well, the daughter of Ali Khamenei. من یه شب 6,000 نفر کشتم خلاص. این عده‌ای که در سال 67 اعدام شدن، اون حدی که من میدونم کیلویی نبود. بعد شما میدونید اگر اینها تو صحنه به درک واصل میشدن، هزینهش واسه نظام خیلی خیلی کمتر از این بود و هست که شما بخواید دونه دونه اینا رو اعدام بکنید، هر کدومش بشه پرونده فشار از جمهوری اسلامی. یعنی با هر منطقی، با هر زاویه دیدی نگاه میکنی میبینید درست این بود که در یک اقدام قاطع و ضربه قاطع و نشون دادن مشت آهنین به اینا تو صحنه، اینا رو در صحنه محو می‌کردی. الان 3000 خورده میگن کل کشته بوده. این 3000 خورده یه میشد 3500 تا، میشد 3800 تا، میشد 4000 تا، میشد حتی 5000 تا. هزینه‌اش برای ما کمتر بود که تا اینکه تو بخوای حالا دونه دونه امروز اینو اعدام کنی، فردا اونو اعدام کنی، فردا تو پارلمان اروپا راجع به این قاتل و این محارب در شرف اعدام نمیدونم جلسه بذارن، شور کنن، بیانیه بخونن، کارو حقوق بشری کنن، خانواده‌شون رو بیارن، خانواده‌شون رو ببرن، پرونده درست کنن. اینا رو تو صحنه به درک واصل می‌کردی، خیلی نتایج بهتری می‌گرفتی و خیلی فشار کمتری روت بود. اصلا کار به این که چقدر آدمی وسط پرپر شده به خاطر این مسامحه، کار به این که چقدر خسارت دیدیم ندارم. الان کار به این ندارم. تو بخش قبلی صحبت بهش اشاره کردم. اصلا اینو بذار کنار. تو حتی نفع تو پرستیژت هم اگه می‌خواستی حفظ بکنی، باید اینو تو صحنه به درک واصل می‌کردی. موقعی که اوضاع شیر تو شیره باید اینا رو می‌زدی. بعد که الان می‌خوای بری جدا عمل بکنی یا تو سیر پرونده قضایی، اگر آزاد نشن، اگر فراری داده نشن، اگر رها نشن، اگر هزار تا هر کدومش پرونده حقوق بشری، پرونده تحریم برات نشه، دونه دونه قاضی‌ها رو تو این فشارهای محاسباتی و تماسگیری‌ها و چه و این تجربیاتی که براشون از چند سال پیش سال چیدن، اتفاقی سر بلایی که سر رازینی اومد، اینا تو ذهن قضات ما هست. با تمام این الان باید چیکار بکنی؟ چجوری می‌خوای اینو مواجه بشی؟ می‌خوای دونه دونه بشین اعدام بکنی یا می‌خوای اعدامشون بکنی، پروندهت سنگین، رهاشون بکنی که دوباره اتفاق بدتری افتاده؟ بابا چرا اینا رو تو صحنه قلق غم نکردی؟ چرا تار و مار نکردی؟ خشمگین باشید، عصبانی باشید، ماتم نگیرید، غمگین نباشید، کشتنش، به قتل رسوندنش. زدی بدجوری آتیشه زمونت بیرحمه لای لای هر کسی این دست مونده، فقط چند تا از عکسات یادگار نهایی واسه مونده.
هایی واسه رفتم. و من از این دوربین میگم خامنه ای زور زیادی نزن. اگه هرچی هم بیاری و پول ملت رو به اونها بدی و دستور بدی که مردم رو بزنن، بکشن، بازداشت کنن، حریف ملت ایران نیستی و به خصوص زنان ایران. ما زنان ایران، ما مردان ایران همراه هم جلو خامنه ای و دستن در کارانش رو میگیریم و تمام جمهوری اسلامی رو با تمام محتویاتش، با آخونداش، با دستیار در حق ملت ایران ظلم کرد، جنایت کرد و مال مردم ایران رو تو شکم سوری ها و لبنانی ها و عراقی ها ریخت و به کشور من که داره به نابودی میره، آب و خاک و کشورم داره نابود میشه. جمهوری اسلامی هیچ توجهی نمیکنه. ای گل سرخ شکسته جوان من، ای که نشسته به طاقت مادر میهن، سرخ و کمون از هم میبارم، خون تو میشود آخر سیل بندم کرد. ما همه سنگیم، همه جنگیم، همه در این میدانیم، همه خشم، همه آتش، همه با هم میمانیم، همه با هم میخوانیم. My name is Bahar Hosseini. I was just 3 years old. I was shot in head by the Islamic Republic. My family was forced, on camera, to say I had been killed by terrorists. I'm Malija Anaani. I had just celebrated my 20th birthday. I loved Jesus and rap music, and I called myself Ali FM. 1 hour before my death, I wrote on my story, "To reach the best days of your life, you must fight through the worst." I was shot in the head and heart by the Islamic Republic. I'm Dila Ram Kazimi, a mother of 2. I was arrested during the protests and beaten by Islamic Republic forces, which broke both my hands and my ribcage. I died in custody. My name is Shahruz Mehrabi. I had been married for just a year and shared a loving life with my wife. I dreamed of peace for Iran and a future for its youth. I was shot in the stomach by the Islamic Republic. سخن من امروز با تمام خانواده هایی است که عزیزشان را به دست این نظام جنایتکار از دست دادند. به عنوان یک پدر، به عنوان یک همسر، درد شما رو از ته دلم حس میکنم و شریک این درد شما هستم. اما بدانید که آزادی و عدالت در راه است. ما به زودی از شر این نظام جنایتکار خلاص خواهیم شد و آینده خودمون رو و آزادی خودمون رو با هم جشن خواهیم گرفت. امیدوارم هر چه زودتر در میان شما باشم، شما را در آغوش بگیرم و به دست یکدیگر کشورمون رو از نو بسازیم. آن روز نزدیک است. پاینده ایران.